با تشبوسی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان در کالج طبی به نام دوای شهری بختر دوره جمهوری المپیادای فنی برای دانشجویان مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه کسبی از فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی برگزار گردید. در آن 201 نفر دانشجویان از 46 کالج‌های شهر و نواحی کشور اشتراک نمودند. از شهر پنجکند باشد 5 نفر دانشجویان مؤسسه دولتی کالج طبی اشتراک نموده 3 نفر آنها با غالبیت برگشتند که از اینها خوشنود عبدالسلام و سزاواری جای اول، شبنم اسحاق و سزاواری جای دوم و جانانه شریفبایی و باشد سزاواری جای سیوم گردیدند. زبیدالله یحیویف آموزگار کالج طبی شهر پنجکند از این موفقیت دانشجویان افتخار داشته و برای زیاد گردیدن صف آنها باز هم تلاش‌های خود را دریغ نداشتنش را چنین بیان نمود. در اساس نقشه چهاربینی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بخشیده به سالهای 2020-2040 رشد فنی طبیعت شناسی امروز در کالج طبی خصوصی دوا المپیادای فنی برگزار می‌گردد. از سبب کالج طبی شهر پنجکند 5 نفر دانشجو کالج طبی شهر پنجکند از فن‌های بیولوژی، شیمی، فیزیک، متماتیک و تکنولوژی انفرماسیون معرفی می‌کنند. برگزار نمودن چنین آزمون‌ها در بلند برداشتن دانش دانشجویان مساعدت می‌کرده باشد. در بلند برداشتن دانش دانشجویان نقش آزمون‌ها، محفل‌ها، چنین المپیادا زیاد کرده شود. دانشجویان با لیاقت و ثابت دریافت کرده می‌شود. درسات به طریق عملی نظری گذرانده میشه. این چنین ما بیشتر به محفل‌های و آزمون‌های دقت می‌کنیم چون که در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان 4 آزمون گذرانده میشن. همه ساله آزمون علم فروغ معرفت، فروغ سوی دانایی تاجیکستان وطن عزیز من و تاجیکان در آینه تاریخ. مثلا همه ساله ما ماه اپریل مای رو در کالج طبی از این فن‌ها سنجش می‌گذاریم و دانشجوی با استعداد رو و همه المپیاد و همه چهارمین روانه می‌کنیم. خصوصا من امروز که دانشجویمون اشتراک می‌کنم فقط نتیجه دانش‌های اونها اندازه می‌شود. مقصد اشتراک کردن در اینجا دانشجویان می‌بینیم با دیگر دانشجوی 7 منطقه تاجیکستان شناس میشن. بین آنها دوستی پیدا میشه، یک دلی، یک مرامی اساسی مثال یک پروژه تاجیکستان معین کرده میشه و ما بگذار وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان تعداد چنین آزمون‌ها رو زیاد کنه تا اینکه دانشجو بین یکدیگر یک فضای آزادی، علاقه‌مندی، متحدی آنها پیدا شود. من امروز پگاه مثال میرن سیر و سیاحت میکنن، آموده از تاریخی گذشته مثال شهر بختر دانشجوی پنجکند شناس میشوند و مثال خوجند میرن همه مقدار المپیاد در 4 منطقه تاجیکستان زیاد کرده شود. مورد به یادآوری است که از میان کالج‌های جمهوری در این آزمون مؤسسه دولتی کالج طبی شهر پنجکند همچون کالج بهترین دانسته شده آن سزاواری جای دوم گردید. کالج طبی شهر پنجکند برای آماده نمودن کادرهای صاحب معلومات طبی یکی از بهترین کالج‌ها در کشور بوده. همه سال آن زیاده از صدها کادر آماده می‌نماید. چطور دانشجویان اظهار می‌دارند تشکیل چنین آزمون و المپیادها نه تنها بهر سنجش دانش ملکه آنها بوده، این برای دوستی و رفاقت جوانان مملکت زمینه می‌گذارد. دانشجویان و آموزگاران کالج طبی شهر پنجکند باز هم تلاش می‌نمایند تا بیشتر در آزمون‌ها و المپیادها شرکت نموده نه تنها در حدود کشور بلکه در آزمون‌های بیرون از کشور اشتراک نموده با موفقیت به وطن برگردند. گزارشی مرتبه رحمان و اسماعیل جان خالف.